چنان در خواری و ذلت که یک پدر و پسر سالها شده است با هم تماس گرفته نمیتواند. از ترس چی؟ از ترس آن که این ظالم، این مستبد فهمد او پدر بیچاره 70 ساله 80 ساله روزش را سیاه میکند. در همین حال ضیایی ما زبانش بسته است، چشمش کور است، گوشش کر است، زبانش گنگ است. دم ضیایی نمیبراید. آی این چی بیدادی؟ انمی گپ ضیایی است. همین خیل شنیده ایستاده اید از زبان معلم، از زبان ضیایی، از زبان شاعر، از زبان نویسنده، از زبان سراینده، از زبان حافظ. آی این چی بیدادی؟ آی این چی ظلم؟ آی این چی استبداد؟ گفته شده ایستاده است. کسی این